ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 95. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. در این وقت از طرف بخارا آدمان خوشبیگی با عرابه‌های کپدار رسیده آمدند و جامه‌های بسیاری هم آورده نمدهای سیاه را از تنی دادخواهان کشیده گرفته به هر کدام آنها یک جامه پوشانده به عرابه‌ها 8 نفری 10 نفری سوار کرده به طرف بخارا گسیل کردن گرفتند و به هر عرابکش یک دروازه شهر را تعیین کردند که از آن به شهر درآید و به 2 عرابه پس و دنبال از یک دروازه به شهر درآمدن را منع کردند. آدمان خوشبیگی ملا امان را در میانه دادخواهان دیده در شبهه افتادند و گمان کردند که شاید او این مردم را به شور انداخته باشد. بنابراین از این خصوص دادخواهان را پرسکاو کردند. آنها در جواب تأکید کردند که این آدم را نمی شناسند و از این پیش ندیدند، اما به سبب آنکه بجای نمد سیاه جامه های پادشاهی را پوشیده به امیر و آدمان او دلشان پور و باوریشان باز هم زیاد شده بوده است، به گریختن تشویق کردن ملا امان را هم پنهان نداشته به آنها گفتند. ملا امان این حال را پی برده از بین دادخواهان برآمده خود را به کناری کشیده است و بعد از تاریک شدن شب با راهی دیگر، با راهی که با وی از خانرباط به شهر رفتن آدمان خوشبیگی احتمال نداشته است، راهی شهر را پیش گرفته است. نظر به قول ملا امان، از بس که هر عرابه از دروازه دیگری به شهر در آمده است، اهالی شهر از آمدن این آدمان نو بی خبر ماندند. آدمان خوشبیگی از هر عرابه‌ای که به ریگستان رسیده آمده است دادخواهان را با حرمت و نوازش فراورده به ارگ برآورده، در یکی از حولیچه های آدم حبس کنی در آورده به عزت و حرمت آنها خاتمه داده، جامه های پادشاهی را از تن آنها کشیده گرفته به گردنهاشان جیل، به پاهاشان اشکیل زده در زیر شکنجه های طاقت ناپذیر کشیدن گرفتند. شبانه بعد از جمع شدن همه دادخواهان در حولیچه ها، از بین آنها جوانتر و جسورترشان را جدا کرده 5 5 10 10 به زندان و آبخانه ها فرستاده پیش پیش کشته مرده هاشان را نیست کردن گرفتند. یک چند نفر پیر و مفلوک را که به مردن نزدیک رسیده بودند به زندان چارجوی و به درغگاه قباقلی و اوچاق که در حدود بخارا خیوه واقع است بدرغه کرده فرستادند. بعد از آن فرمان امیر کله جنبانان و اغواگران را یافته پیش پیش دستگیر کرده به زندان بخارا فرستادن در چراغچی سر شده است.
ملا امان بعد از به ما رساندن این خبرها زود از پیش ما خیسته رفت. ما که مانند بیشترین اهالی بخارا از نامعلوم و بی نتیجه پسنده شده رفتنی خبری پرغلغله‌ای نمد سیاه پوشان در حیرت و تعجب بودیم، با شنیدن این معلوماتی پخته از او بسیار منتدار شدیم. افسوس که این آخرین صحبت و ملاقاتی ما شد با او. بعد از این چندین سال دیگر ملا امان در بخارا سلامت بود و با همان روش مردم گریزیش زندگانی می نمود. او بعد از مردم گریز شدنش بی مجبوریتی فوق العاده با هیچ کس ملاقات و رفت و آی نمی کرد. چنان که در بالا نشان داده شد و پیش ما هم بی روی دادن یگان حادثه فوق العاده نمی آمد. مگر در آن چندین سال زندگانی آخری او در بخارا یگان واقعه فوق العاده به او روی نداد که برای خبردار کردن ما یا برای خالی کردن دل خود پیش ما دیگر نیامد و در راه و رسته هم به او به طرز تصادفی باشد هم وا نخوردیم. اما همین را می دانستیم که او در شهر بخارا هست و در مدرسه ترسنجام در همان باششگاهی پیشترش زندگانی می کند و صحت و سلامتیش پابرجاست. اما یک وقت، حالا معین گفته نمی توانم که بعد از چند سالی ملاقات آخرینمان بود، آوازه شد که ملا امان گم شده است و از مرده و زنده بودنش اثری نیست. ما این آوازه را تفتیش کردیم. نظر به قول همسایه حجرگانش، او صحرا رازماز می روم گویام از حجرش برآمده رفته است و دیگر برگشته نیامده است. بعد از چندین روز دادرانش برای دیدن او آمدند. از قول آنها معلوم شده است که او به دیهه رازماز نرفته بوده است. دادرانش تمام 1 سال شهر و صحراهای اطراف بخارا و تومنها را جستجو و کافت و کاو کرده باشند هم از او اثری نیافتند. بعضی ها گمان می کردند که شاید او دیوانه شده خود را در آب یا چاهی انداخته هلاک کرده باشد. بعضی ها تخمین می کردند که عجب نیست او را دشمنانش کشته نیست کرده باشند. در هر حال هیچ کس روشن گفته نمی توانست که او چی شده است. من در اینجا بعد از 55 سال گذشتن از ملاقات آخرینمان او را یاد نموده برای ادای حقوق دوستی زنده کردن نامش را وظیفه قدرشناسی شمردم. رستم اشکی غژدوانی. در بهاران سال 1897 من به صحرا به دیهه خودمان در تومن غژدوان رفتم و بدن و دماغی از هوای بدبوی شهر کوفته شده خود را با هوای تازه کشتزارها و ساحل زرفشان قوت تازه دادن خواستم. در همان روزها امیر عبدالاحد برای توی یکی از درباریانش از کرمینه به شهر بخارا آمده بود و آوازه شد که او به نیت زیارت مزار خواجه عبدالخالق غژدوانی به آنجا آمده ایستاده بوده است. دهقان بچگان که در عمر خود امیر و تنتنه او را ندیده بودند، سحری بر وقت پیاده و سواره به مرکز تومن غژدوان رهسپار گشتند. من که چندین بار امیر را در رهگذرهای شهر دیده بودم، برای این تماشا آنقدر شتاب نکردم. اما از آنجا که امیر در هر جا که باشد
در پیش دربار او چوکی بزمی عمومی می شد، برای تماشای رقص و سرودی عمومی چاشتگاه خری یکی از همسایگان ما را طلبیده گرفته سوار شده به راه در آمدم. چون به دهه نمدگران که در بین دهه ما و قلعه غژدوان است رسیدم، جوانان همدیه امان از پیش برآمدند و آنها از غژدوان از تماشای امیر برگشته می آمدند. وقتی که من و آنها با هم روبرو رسیدیم، آنها هم من هم سواری های خود را نگاه داشتیم. آنها خندیدند و من تعجب می کردم. تعجبی من اول از آنجا بود که یک گروه جوانان گویا بی سبب برابر می خندیدند. دویم از آن جهت تعجب می کردم که آنها چرا تماشای امیر و چوکی او را پرتافته زود از غژدوان برگشتند. آخر سبب خنده و باعث زود برگشتنشان را پرسیدم. امیر پگاهانی به غژدوان آمده، به املاکدار خانه فرا آمده و از رستم اشکی ترسیده زود گریخته به طرف شهر رفته است، گفت یکی از جوانان و خنده عمومی باز هم بلندتر شد. با این ترسانچکی امیر نشده موری، گویان علاوه کرد دیگری و خنده عمومی دوام می کرد. خوب، گویان به پرسش خود دوام کردم من. ترسانچکی امیر معلوم است. عموما هر کسی که به مردم بسیار بدی کرده باشد از سایه خود هم می ترسد. اما سببی مخصوصاً از رستم اشکی ترسیده گریختنی او چیست؟ ما سببی این را نمی دانیم و نفهمیدیم، گفت یکی از آن جوانان. ما همین قدر را فهمیدیم که امیر با همه سرباز و توپ و تفنگ و دار و منارش از رستم اشکی پای برهنکی به زوری مشهور است گریخته رفته است. اگر شما سبب این را نفهمیده باشیدان، من خواهم فهمید، گویان خری خود را به طرف غژدوان راندم و جوانان هم به طرف دیه روان شدند. من در سری بازار غژدوان خری خود را در یک سرای خرخانه بسته راست به چارسو به سری دکانی فیضیبای حلواگر رفته نشستم که او با من آشنا و دکانی او مرکزی جمع شده پهن شدنی هر خبرها بود. تا نوشیده شدنی یک چاینیک چای سببی از رستم اشکی ترسیده گریخته رفتن امیر را از صاحب دکان فهمیدم. نظر به نقل فیضیبای نیت زیارت مزار خواجه عبدالخالق غژدوانی داشتن امیر را اهل دربار به میرزا عبدالقادر بیک که املاکدار غژدوان بود پیشکی فهمانده بودند. املاکدار با شنیدن این خبری خوش در تهیه پیشکش افتاده همه چیزی در کاری را آماده کرده است، اما برای به دست در آوردن پسر و دختر که عادتاً روی کشی پیشکشی به امیر تقدیم کرده شدنی می باشند خیلی دشواری روی داده است. زیرا دست دراز کردن به فرزندان اهالی غژدوان که به صاحب ناموسی و به قول امیر و درباریانش به شور پشتی، خوریگنی و گشنه پرزوری مشهور بودند ممکن نبود. از آنجا چنان دختر و پسری را یافتن در کار بود که کسی و حمایه کننده نداشته باشد، اما این گونه دختر و پسری بی کس یافت نشده است. اما در آن میان روان املاکدار پسر بچه ای را یافتند که به دست در آوردن آن به نظرشان نسبتاً آسان نموده است. این پسر بچه 16-17 ساله بوده، محمود جان نام داشت که ریسمان ارغمچین فروشی میکرد. پدری محمود جان باشنده یکی از دیهه های غژدوان بوده، پیشتر دهقانی میان حال به شمار می رفت،
اما از یک طرف از وجه وزنینی انداز زمین و از طرف دیگر به سبب قرضدار شدنش از سودخوران دیهه از زمینهایش تماما محروم گردیده خانه‌نشین شده مانده بود و در وقتهای آسوده حال بودنش یگانه فرزندش محمود جان را خواننده صاحب خط و ثبات کرده بود که در وقت پیری و نابودگیش آن پسر پدر و مادر خود را سیر می کرد. پدر و مادر محمود جان در خانه نشسته چلیک ریسی و ارغمچین تابی می کردند و پسرشان محمود جان شاخبند و ارغمچین های آنها تیار کرده را هفته 2 روز شنبه و چهارشنبه به بازار غژدوان برده در میدانی چارپا فروشی در زمین پلاس پهن کرده مالهایش را به خریداران می فروخت و پوری از این کار به دست در آمده را نفقه پدر و مادر می کرد. از بس که پدری محمود جان در وقتهای قرضداری و از دست رفتن زمینهایش با کلان شوندگان دیهه که آنها سببی بیواسطه خانه ویران شدن او بودند ناساز بود، بنابراین در مورد فلاکت به او یاری رساندن آنها معلوم نبود. میان روان املاکدار از همین احوال فایده برده یک روز گشتی بازار وقتی که محمود جان پلاس خود را بخر بار کرده به خانه خود می رفت، او را در بین راه بازار و حولیش در یک جای خلوت دستگیر کرده به املاکدار خانه برده اند و از این واقعه که خیلی پنهانی و بعد از تاریک شدن شب روی داده بود عامه مردم بیخبر ماندند. چون محمود جان تا یک پاس شب به خانهش نرفته است، پدرش به جستجوی او برآمده به غژدوان آمده است و در آنجا بعد از پرسکاوی بسیاری عاقبت از یک کسی که به املاکدار خانه علاقمند بوده است به آنجا افتادن پسری خود را فهمیده است. موسفید سال خورده پردیده که همه بازی های حاکمان زمان خود را و به آنها در کدام مورد با کدام راه مقابلت کردن را میدانست، به کدام مقصد دستگیر کرده شدن پسرش را پی برده است و برای چاره‌جویی و یارمندی پرسی راست به پیش رستم اشکی رفته است. رستم اشکی در همان وقتها یکی از آلفتگان مشهور غژدوان بوده در راه محافظت کردن ناموس آدمانی که به خودش التجا برده اند جان خود را دریغ نمی داشت. او پدری محمود جان را خوش قبول کرده خلاص کردن پسرش را به او وعده داده است، اما تا رسیدن روز خلاصی به عمل آوردن تدبیر زیرین را به موسفید سپرده است. از روی مصلحت رستم اشکی می بایست مادری محمود جان به املاکدار خانه رفته به واسطه زنان املاکدار پسری خود را می دید و به او مصلحت می داد که خود را در پیش املاکدار و آدمان آن چنان وانماید که وی از افتادنش به دست املاکدار بسیار خرسند و راضی می باشد و اگر بختش تازد و به دربار امیر افتد باز هم خرسندتر می شود. از ارغمچین فروشی به درجه محرمی جناب عالی رسیدن دولتی نایاب است. رستم اشکی در آخری صحبت خود گفته است: آوازه است که امیر در همین نزدیکی ها به غژدوان می آید. محمود جان که با تدبیری بیان یافته باوری و اعتماد املاکدار و آدمان او را به خود گیرد از املاکدار خانه آزادانه برآمده می تواند. در شبی که فردای آن آمدن امیر معین می شود بعد از تاریک شدن شب او از املاکدار خانه برآمده راست و دروازه نمازگاه قلعه غژدوان رود و در آنجا مرا با اسبی تیار می یابد. من او را به پشت خود سوار کرده با راه بیابان از قلمرو بخارا برآورده به خاک روس می درارم و او را در آنجا در کتقرغان یا در سمرقند رعیه دولت روس کننده پاسپورت گرفته می دهم و او بازگشت به خدمت شما می آید که در آن وقت به او
نه امیر گپ زده می تواند و نه وزیر. مصلحت و تدبیرهای رستم اشکی به عمل آمده. در شبی آمدی امیر محمود جان از املاکدارخانه برآمده با رستم اشکی گریخته رفته است. هرچند املاکدار و آدمان او این خبر را برای در تشویش نانداختن خاطری مبارک به امیر نرسانده باشند هم، واقعه نویسان جاسوسان در قطار دیگر خبرها این واقعه را به او نوشته دادند. او بعد از فرآمدنش به املاکدارخانه برای واقف شدن به احوال از همه کار پیشتر نوشتجاتی جاسوسان را خوانده خبری با رستم اشکی گریختن محمود جان را فهمیده هوش از سرش پریده است. البته امیر از رستم اشکی که گریخته رفته است نمی ترسید، اما به سبب این واقعه ناترسی، نافرمانبرداری و شورانگیزی اهالی غژدوان که در این باره از بودش زیاد و با مبالغه خبرها شنیده بود به یادش آمده از حد زیاد ترسیده است و حتی قاضی، املاکدار، رئیس و میرشب را به سلامش ندرآورده و پیشکش آنها را قبول نکرده و ضیافتهاشان را نخورده شتابکارانه گریخته رفته است. خبری وفات احمدی دانش. فیضیبای حلواگر در پایان نقل سبب ترسیده گریختن امیر عبدالاحد از غژدوان خبری را به من رساند که لذت نقل مذکور را تماما از من ربوده اوقاتم را تلخ نمود. این خبری وفات احمدی دانش بود که او 1 هفته از آن پیشتر از بخارا گرفته بوده است. چنان که در قسم 3 یادداشت‌ها ذکر یافته است، احمدی دانش هر سال در آخرهای تابستان به سیر و گشت صحرا برآمده 1 قسم روزهای این سیاحت را در غژدوان می گذرانید. در آن روزها 1 چند نفر از اهالی محلی به منزل او رفت و آی می کردند که یکی از جوانترین آنها همین فیضیبای بود و فیضیبای با کسب خود حلواگری به او خدمت می کرد و هر روز در وقت طعامی پیشینی به او یخماس مراژنوی تیار کرده می داد. فیضیبای صاحب خط و سواد عادی بود که تنها نقد و نصیحه های خود را به دفتر دکانش قید کرده می توانست و آنقدر دانش وسیع علمی نداشت که فضل و کمال احمد مخدوم را تقدیر کرده تواند. اما او به احمدی دانش بهای ساده لوحانه و در عین زمان بهای خیلی کلان داد. او گفت: احمد مخدوم آدمی بسیار بزرگ بود. بزرگی او نه از جهت ملاییش، نه از جهت سن و سالش و نه از جهت جثه‌اش بود، بلکه بزرگی او در این بود که هر بیننده در زیر صلابت و مهابت او میماند و در عین زمان او را با محبتی تمام نه از ترس حرمت میکرد. او با این همه بزرگی و مهابت و صلابت به هر کس هرچند خرد باشد هم برادروار معامله میکرد. فیضیبای به این سخنان خود علاوه کرد: در دنیا ملاهای موسفید جثه کلان خیلی هستند، اما کسی آنها را از تحت دل و با محبت حرمت نمی کند و آنگونه ملایان را آدمان برای این
و از ترسی این حرمت می کنند که مبادا بهانه یافته تحقیری علما کردی گویان به قاضی خانه کشاله کنند. مگر در این وقت فیضیبای را رگی لافگویی و مغروری غژدوانیگیش به حرکت آمد که گفت: به ما غژدوانیان مقبول و پسند شده توانستن کاری هر کس نیست. آخر کلانترین آدمان بخارا امیر است که همه مردم قلمرو خود را غلام خود می شمارد. اما ما غژدوانیان او را نه این که حرمت نمی کنیم بلکه مسخره می داریم. من گمان می کنم که گویان دوام کرد فیضیبای، احمد مخدوم را یک قوه‌ای به نظر نانمایان بود و هم صحبتان خود را با آن قوه و با رشته‌هایی به نظر نانمایان به خود بسته می گرفت. در آن وقت فیضیبای را عقیده خرافات پرستی عوامانش دست داده گفت: من گمان می کنم که او دعاخوانی پرزور بود و کسانی را که خواهد تماما تسخیر کرده می گرفت. اما دعاخوانی را به خود کسب کرده نگرفته بود و دعاخوانان را فریبگر گویان حقارت می داد. فیضیبای در آخر این تأثیرات خود از تحت دل و صمیمانه در وفات احمد دانش افسوس خورده گفت: های دریغ، صد دریغ که این گونه آدمی بزرگ وفات کرد. و علاوه نمود: با شنیدن خبری وفات او ما چند نفر غژدوانیان که به او اخلاصمند بودیم 3 روز هر بیگاهی به خانه‌ای که او در وقتی سیر صحرا کردنش منزل می نمود جمع شده تعزیه داری و فاتحه خوانی کردیم. من با ششگاهی در غژدوان داشته ای احمد مخدوم را دانم هم تا آن وقت آنجا را ندیده بودم. بنابراین از فیضیبای التماس کردم که مرا برده آن خانه را نشان دهد. آن خانه چنان که در قسم 3 یادداشت‌ها تصویر نموده‌ام در طرف شرقی قلعه غژدوان در باغچه روی دریچگی نظرالله بایبچه نام کسی بنا یافته بود و آن خانه را یک شاخابی رودی پیرمست و یک کوچه از قلعه جدا می کرد. خانه 9 بالاری قبضه فرومان بوده گچکاری و دیوارهایش با نقشهای کندکاری و گلهای گوناگون زیب و زینت داده شده بود. نقش گلهایش چنان طبیعی می نمود که کنده گرفتن و بویدنی کس می آمد. در دیواری پیشگاه خانه در زیر سقف در کتیبه بیت زیرین با حل زرین نقش یافته بود: بیننده یادار از این نقش دلپذیر، کلکی شکسته رفته میر احمدی فقیر. از این بیت و هم از نقل فیضیبای معلوم شد که نقاشی و گلکاری آن خانه را خود احمد مخدوم با دست خود شما گفتاری 95 رو از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.